به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بینندگان گرامی، موضوع امروزه ما درباره نقش داعی، نقش دعوتگر در جامعه و همگی میدانیم که عالمان ربانی، کسانی که حقگو هستند، با علم و با حکمت، وارثان پیامبرانند در روی زمین. و یک قول زیبایی دارند امام جلیل، امام حسن بصری، که میفرمایند لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. اگر دانشمندان نباشند، کسانی که مردم را به سوی حق، به سوی شریعت زیبا و به سوی خدا بخوانند، در نتیجه مردم به مانند چارپایان میگردند. از این فهمیده می شود که نقش علما، نقش داعی ها در جامعه خیلی نقش بزرگ است و یک قصه حکمت انگیزی هست، یک قصه که در روح حکمت دیده می شود. یکی از برادران قصه می کرد که ما در یک دهه مهمان شدیم، 4 نفر بودیم و می خواستیم که یگان نفری را به سوی خدا دعوت کنیم، چند پندی بدهیم و می گوید در آن منطقه کسی را پیدا نکردیم به جز یک نفر که شراب نوشیده بود، مست و مدهوش بود و او را با خود گرفتیم، می گوید، و به مسجد بردیم و او را گذاشتیم در گوشه مسجد و خود شروع کردیم به نماز خواندن و دعا کردن و در حق این بنده خدا هم دعا کردیم تا خداوند هدایتش کند. ساعت نصف شب شد، می گوید. بعد از ساعت 12 این مرد از خواب بلند شد و حیرت انگیز شد، حیرت زده شد که من در کجا قرار دارم و شما کی هستید؟ این 4 نفر میگویند که ما به او پند دادیم و گفتیم که برادر گرامی، آیا وقت فرا نرسیده است، فرصت فرا نرسیده است که به سوی خداوند باز بگردی و از این عمل شراب نوشی خود را منع بسازی، زیرا ضررهای زیادی در این شراب هست، چه بسا عائله هایی که به سبب این شراب نوشی پاش خوردن و چه زیاد عائله های هست که ظلم و ستم میبینن از جانب مرد خانواده که شراب نوش است. و میگه چند پندی به او دادیم، خیلی در اول غضبناک شد و مسجد رو ترک کرد. گفت که مرا کجا آوردید و شما کی هستید؟ میگوید این برادر که ما 4 نفر دیگر علاج نداشتیم به جز این که به سوی خداوند برای این بندهش دعا کنیم. 4 نفر شروع کردیم به نماز گذاشتن و در حق این بنده خدا دعا کردیم که خدایا هدایتش کن. حالا میگوید از دعا فارغ نشده بودیم که این مرد دوباره بازگشت و توبه خود را نزد ما آشکار کرد و الحمدلله میگوید که خود اصلاح شد، از شراب خوردن خود را منع ساخت و اینچنین اهل و عائله خود را دعوت کرد. اهل و عائله این مرد هم به سوی اسلام بازگشتند، به سوی هدایت و یکی از داعی ها گشت. دوستان گرامی قدر، در این قصه چند پندی هست که می توانیم از این درس بیاموزیم. یکی این که نقش داعی که سببگار گشتن، اولین اسباب را استفاده بردن و این بنده خدا را دعوت کردن. دوم این که دعا کردن در حقش که خداوند را هدایتش کن. نقش عالم است، نقش داعی است که به سبب این داعی خداوند چه بسا نفرانی را هدایت میکند. باید داعی هایی که در حقیقت خدمت خلق خدا را میکنند قدردانی کرده شوند و اینچنین ما دعا را کم نبینیم در حق برادران خود، در حق کسانی که در معصیت غوطیدند، برای آنها دعا کنیم که خداوند هدایتشان کند. این که ما کوشش کنیم که یک نفر هدایت بیابد، یک برادر خود، یک نفری که میشناسیم که دعوتش بدهیم که به سوی خدا بیاید. ببینید که چه مقدار ثوابی را خداوند برای ما عطا میکند. تا زمانی که این نفر هدایت یافته است و در راه خدا خیر میکند و در راه خدا استواری میکند، استقامت نشان میدهد، ثوابش به این نفر دعوتگر میرسد. به همین خاطر دوستان گرامی دعوت را کم نبینیم و داعیان را اینچنین کم نبینیم، گفته های آنها را بشنویم و در زندگی خود استفاده کنیم تا سعادت این دنیا و آخرت برای ما نصیب گردد. تا دیدار بعدی شما را به خداوند میسپارم. خداوند یار و مددگار.